چطور کمتر بخوابیم و مثل ژاپنی‌ها سر حال از خواب بیدار شیم بدون نیاز به قهوه. کلید اصلی سر حال بیدار شدن ژاپنی‌ها صرفاً تعداد ساعت خواب نیست، بلکه داشتن انگیزه قوی است. 8 ساعت میخوابی، همه چی هم درست انجام میدی، سر وقت میری تو رخت خواب، کافئین نمیخوری، حتی قبل نیمه شب چشماتو بیبندی، ولی خب بازم خسته و بیحال از خواب بیدار میشی و دست دنبال یه شات اسپرسو دابل میره. حرص آدمو در میاره نه؟ حالا قسمت عجیبش اینجاست. یه نفر توی ژاپن دقیقاً همین 8 ساعت رو میخوابه، ولی سر حال، متمرکز و پر از انرژی از خواب بیدار میشه. راز اونا چیه؟ ژنتیکشونه؟ یه تشک جادویی دارن؟ یا شاید ما از اول روش خوابیدن رو اشتباه میرفتیم؟ اینجا ایده های بزرگ رو ساده میکنیم. امروز قراره بریم سراغ عادتهای خواب مردم ژاپن، ببینیم چطوری اونا با 6-7 ساعت خواب یه استراحت عمیق و پر انرژی دارن، در حالی که خیلی از ما بیشتر از 8 ساعت هم میخوابیم ولی بازم مثل زامبی از خواب بیدار میشیم. ولی نگران نباشید، لازم نیست بلیت بگیرید برید توکیو یا تشک $300 بخرید. توی این ویدیو 7 عادت علمی و قوی از خواب ژاپنیا رو بهتون میگم که باعث میشه حتی با خواب کم سر حال بیدار بشید. بیایید قدم به قدم پیش بریم و آره میتونید از همین امشب این کار رو شروع کنید. قدم اول، اتاق خوابتون رو خنک کنید. تغییر دما همه چیز رو عوض میکنه. یه مطالعه بزرگ روی بیش از 2000 خونه ژاپنی نشون داد که میانگین دمای اتاق خوابشون موقع خواب حدود 13 درجه سانتیگراد هستش. اینو مقایسه کنید با میانگین دمای خونه ما ایرانی ها که بین 20 تا 25 درجه است. این قضیه فقط به خاطر راحتی نیست، به علم اعصاب مربوطه. دکتر متیو واکر متخصص خواب توضیح میده که برای اینکه مغزتون وارد خواب عمیق و ترمیمی بشه باید 2 تا 3 درجه خنک بشه. یه اتاق سردتر به بدن کمک میکنه این کار رو به صورت طبیعی انجام بده. امشب اینو امتحان کنید. دمای اتاقتون رو بین 15 تا 18 درجه تنظیم کنید، یا اگه توی آب و هوای گرمتری هستید از پنکه استفاده کنید یا پنجره رو باز بذارید. شما با این کار به مغزتون سیگنال خنک شدن میدید تا شروع به ترمیم کنه. قدم دوم، حمایت نه نرمی. ما عاشق تخته نرم و ابری هستیم ولی خب واقعیت اینه که ستون فقراتتون راحتی نمیخواد، حمایت میخواد. توی ژاپن مردم روی فوتونهای سفت و تشک‌های تاتامی میخوابند. ممکنه سخت به نظر بیاد ولی این کار کمک میکنه ستون فقرات توی وضعیت درست قرار بگیره و نقاط فشار رو کاهش بده. این 2 تا چیز باعث میشن خواب عمیق و بدون وقفه‌ای داشته باشید. وضعیت خواب بد مساوی با بیدار شدنهای کوچیک که نتیجهش خستگی و بیحالیه. جیمز کلیر نویسنده کتاب عادتهای اتمی میگه تغییرات کوچک نتایج بزرگ دارن. عوض کردن تختتون به یه سطح سفت‌تر شاید کوچیک به نظر بیاد ولی دستاوردهای خوابش خیلی بزرگه. قدم سوم، حمام گرم به اضافه اتاق سرد مساوی جادوی خواب. اینجا جاییه که ژاپن واقعاً برنده است. یه حمام آب داغ حدود 40 درجه قبل از خواب. حالا ممکنه فکر کنید حمام داغ قبل از خواب مگه منو گرمتر نمی‌کنه؟ در واقع بدنتون رو گول میزنه که بعدش به سرعت خنک بشه و همین به مغزتون سیگنال میده وقت خوابه. این مثل اینه که دکمه حالت خواب رو برای بدنتون فشار بدید. حالا نوبت شماست. 1 تا 2 ساعت قبل از خواب یه حمام یا دوش آب گرم بگیرید. پایین اومدن دمای بدن بعد از اون یه بستر عالی برای خواب عمیق فراهم میکنه. نیازی به فیلم و سریال نیست. فقط خیس بشید، استراحت کنید و خودتون رو ریست کنید. قدم چهارم، خجالت از خسته بودن رو کنار بذارید. اینجا یه بمب فرهنگی دارم. توی ژاپن گفتن این که خسته به نظر میای یه تعریفه، یعنی سخت کار کردی و بهش احترام میذارن. حتی چرت زدن در ملأ عام که بهش میگن اینموری محترم شمرده میشه.
اینو مقایسه کنید با طرز فکر جامعه ما. خواب برای آدمای ضعیفه. کسی که چرت میزنه بازنده است. وقتی احساس خستگی میکنیم، به جای اینکه ریشه مشکل رو حل کنیم، با کافئین پنهانش میکنیم. بیایید این وضعیت رو عوض کنیم. خستگی شکست نیست، یه بازخورده. احترام گذاشتن بهش به سیستم عصبیتون کمک میکنه آروم بشه و باعث میشه خوابیدن راحت تر بشه. پس امشب باهاش نجنگید، به سیگنال بدنتون احترام بذارید. قدم 5، در چرت‌های کوتاه متخصص بشید. یه راز ژاپنی دیگه خواب استراتژیکه. اونا هر شب وسواس ندارن که حتما 8 ساعت بخوابن. تمرکزشون روی کارایی و بازیابیه. چرت‌های کوتاه حدود 20 دقیقه میتونه حافظه، روحیه و تمرکزت رو تقویت کنه. بدون اینکه بیحال بشی. شما به ساعت خواب بیشتری نیاز ندارید، به عادتهای خواب بهتری نیاز دارید. جیمز کلیر اسم اینو میذاره بهینه‌سازی سیستم، نه وسواس روی هدف. این رو امتحان کنید. به جای اینکه هر شب خودتون رو مجبور کنید 9 ساعت بخوابید و وقتی موفق نمیشید احساس گناه کنید، یه چرت 20 دقیقه‌ای برای ریکاوری توی روزتون برنامه‌ریزی کنید. فشار کمتر، استراحت بهتر. قدم 6، تکنولوژی خاموش، خواب روشن. توی بیشتر اتاق‌های خواب گوشی‌ها، تبلت‌ها و تلویزیون‌ها جایگاه ویژه‌ای دارن. اما این صفحه‌ها نور آبی ساطع می‌کنن که تولید ملاتونین، هورمون خواب رو به تأخیر میندازه. ژاپن هم تکنولوژی داره. 95% نوجوانا گوشی دارن، ولی اونا قوانین سفت و سختری برای استفاده از صفحه نمایش رعایت میکنن. محتوای هیجانی و پرهرج و مرج درست قبل از خواب ممنوعه. عادت جدید شما اینه: 1 ساعت قبل از خواب از صفحه نمایش دوری کنید. یه حالت کم نور و محتوای صوتی آرام بخش رو روشن کنید. یادتون باشه تختتون سینما نیست، منطقه خوابه. قدم 7، بالشت مناسب انتخاب کنید. شاید فکر کنید بالشتون مهم نیست، ولی تصور کنید 8 ساعت گردنتون کج باشه. این کاریه که بیشتر بالشتای نرم و پفدار انجام میدن. ژاپنیا از بالشتای سوباکاوا استفاده میکنن که با پوست گندم سیاه پر شده و خودش رو با انحنای طبیعی گردن تطبیق میده، نه با وزن سر. تحقیقات نشون میده با عوض کردن بالشت به بالشتایی که از گردن درست حمایت میکنن تا 50% از درد گردن کم میشه. با این کار گردنتون هر روز صبح ازتون تشکر میکنه. خب از فرهنگ خواب ژاپنی چی رو میتونید از همین امشب بردارید؟ اتاقتون رو خنک نگه دارید. 1 تا 2 ساعت قبل از خواب یه دوش آب گرم بگیرید. روی سطح سفتری بخوابید. خستگی رو یه نشونه بدونید، نه یه ضعف. چرت‌های کوتاه و استراتژیک بزنید. 1 ساعت قبل از خواب مرزایی برای تکنولوژی بذارید و از یه بالشت حمایتی استفاده کنید که گردنتون رو توی راستای درست نگه داره. این تغییرات بزرگ نیستن. تنظیمات کوچیکی هستن که مثل هر عادتی دیگه رو هم جمع میشن. نتیجهش خواب عمیق‌تر، انرژی بیشتر، فکرهای شفافتر. چون خواب بهتر فقط برای اینکه احساس استراحت داشته باشید نیست، برای اینکه بهترین عملکردتون رو داشته باشید. اینجا ما باور داریم که میتونیم کارهای سخت رو ساده کنیم. حالا نوبت شماست. امشب میخواید کدوم عادت خواب رو عوض کنید؟ توی کامنت ها بنویسید، همه رو میخونم. اگر ویدیو برای شما مفید بوده، آن رو با کسانی به اشتراک بگذارید که در حال حاضر احساس خستگی بیشتر یا درماندگی میکنن تا شاید به اونها هم کمکی برسد. اگر کانال رو ساب ندارید، با مهربانی کانال رو سابسکرایب کنید. فعلا تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.